تعداد گرفتاران کووید-19 در تاجیکستان به 661 نفر رسید. 21 کس فوت دیدند. مقامات تاجیکستان بعد از یک روز تنفس آمار نو گرفتاران و فوتیدگان از بیماری همگیری کووید-19 را اعلام کردند. وزارت تندرستی 11 می گفت در 2 روز اخیر 49 مورد نو سیرویتشوی ساکنان به کرونا ویروس آشکار شده است. با این رقم تعداد عمومی گرفتاران به 661 کس رسید. تلفات از بیماری در 2 روز اخیر 1 نفر زیاد شده است. از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان در مجموع بیش از 21 نفر از این بیماری جان خود را از دست دادند. از روی آمار گرفتاران در میان کشورهای منطقه تاجیکستان در زینه چهارم است. تا 11 می در قزاقستان 5138، در ازبکستان 2453 و در قرقیزستان 1016 مورد سیرویتشوی ساکنان به کرونا ویروس نو آشکار شده است. آمار تلفات از بیماری کووید-19 در تاجیکستان در مقایسه با ازبکستان و قرقیزستان بیشتر است. تا این دم در ازبکستان 10 و در قرقیزستان 12 مورد فوتیدی بیماران را ثبت کردند، ولی در قزاقستان شمار قربانیان نسبت به تاجیکستان زیادتر است. در آنجا از این بیماری 31 نفر فوتیدند. حکومت ازبکستان روز 8 می گروهی از متخصصان ویروس شناس را برای کمک به تاجیکستان فرستاد و وزارت امور خارجه گفته است که چین هم قصد دارد برای مقابله با بیماری به تاجیکستان با متخصصان و داروواری کمک رساند.